سلام رفقا، چطورین؟ محمد هستم. بعد یه ماه حاجی، من تو یه ماه کجا بودم، چی شده این داستانا واسه تو الان توضیح میدم. لیتس گو. خب آقا، دلیل نبودن من میدونی چیه؟ داستان از اینجا شروع شدش که داشت 300 تومن میرفت تو پاچمو. داستان از اینجا شروع شدش که حالا یه داستانی پیش اومد. چه داستانی؟ شدیم با یه اسکلتر از خودمون رفتیم تو رابطه. آقا بعد اینکه رفتیم تو رابطه ما دونستیم جز من یعنی با چند نفر دیگه هم هست. آره حاجی، یه 3 هفته باهاش بودم. ولاگ کوهستانه بود. اگه ندیدین بریم ویدیو قبلی رو ببینین، لینکش داخل دیسکریپشن هست. بعد چند روز بعد اون داستان ولاگه من رفتم با این دختر خانم اوکی شدم و این حرفا. اول از این که بگم این چیه، یه واسه تقویت ریش و مو این داستان است. من اینجاهام خالیه، بعدم میاد. خب به انا 3 هفته که من باش اوکی بودم فکر کردم همین چی عالیه. اکسش اومد واسه من توضیح داد که این دختر خانم کیه و چیکار است، چیکار میکنه. من باورم نشد. چند تا سند مدرک نشان داد، باورم شد. بعد 3 هفته باش تو رابطه بودم. بعد 3 هفته اومد داستانو گفت. بعد وقتی که دونست که من دونستم این داستانا رو که لاشی بازی داره سر من در میاره، گرفت بلاکم کرد، گرفت نمیدونم از همه جا کلا بلاک کرد، منو کلا مسدود کرد و این داستانا. وقتی میامد پیش من بوی اتکلون مردونه میداد. کبودی گردنش هم کار من نبود. داستان این بود. حالا من یه هفته افتری پس دادم. داستان بعدی چیه؟ الان ما هم برگشتیم. خدا رو شکر به هیچ خار دیگه باج ندین. آقا باج ندین. امروزم برای که برم خونه مادر بزرگم بودم. بعد 2 ماه یه ماه خورده نزدیک 2 ماه و اینکه یه دونه شغلم پیدا کردم. راستی یه چیزی هم بهتون بگم، اگه ساب نکردی ساب کن. مرسی. تیشرت خوب و خوشگله بهم میاد. نه این داستان کوله پشتی که انداختم اینه که دفتر و دستک و لباس بردم، کتاب بردم، دفتر رو بردم، یه حرفا. منظره چی؟ اونجا رو میبینین؟ اونجا من چند سال دیگه قراره خونه و آپارتمان و این حرفا. حاجی کامیون شلوارش کجاست؟ از اینجا رد شدم اینجوری نبود. برگام مثلا بابا اینجا اینجوری نبود. راستی یه دونه از این پلا ریخته بود. با این معماری شم اینجا رو معلوم نیست من چیکار کنم. مثلا چی معلوم نیست. بعد طرف کارتو بهش دادم، میگه کارتخوان ندارم برادر، بذارم بیاد. من 2 دقیقه شده حوصله ندارم، میخوام برم خانه نهاری بخورم. شرمنده بابت این یه ماهی که فعالیت نکردم، نه داخل اینستاگرام نه یوتیوب. ببخشید که سریع پیج منو فالو بکنید. به جای اینستاگراممو 10K بشیم 1 هفته برم کوهستان زندگی کنم. سریع فالو کنید بشیم 10K. یه کوچولو مونده اندازه اینقدر. خبر دوم، 1 هفته در کوهستان زندگی کردن. تو ولاگم دارم 2 روزه برم شمال، یکم ولاگاست. ولی اگه شما از این ویدیو حمایت بکنین، اول اون 2 روزه رو میرم، بعد اون 1 هفته داخل کوهستان به کلتون. آقا دمتون گرم. اینستا منو فالو کنید، لایک کنید.